توسط آب رودخانه آبیاری میشن؟ آیا میدانستید رود باران هرات از روزگاران بسیار قدیم در این منطقه جریان داشته و هریرود به عنوان شاهرگ اصلی اونه؟ و علاوه بر هریرود میشه از رودهای ادرسکن، کپکان و کوشکم نام برد. آیا میدانید اولین مزرعه کشت زعفران در زمان آریایی ها در هرات به وجود آمده و خوشبختانه به تازگی هم کشاورزان این شهر به کشت زعفران توجه ویژه‌ای نشون میدن؟ و یا اینکه بیشتر از 72 نوع انگور مرغوب در هرات به دست میاد و فرهنگ باغداری در این شهر از زمان تیموریان تا کنون رونق خوبی داشته؟ آیا میدانستید مؤلف کتاب هرات نگین خراسان نوشته که در حال حاضر هرات بیشتر از 2.5 میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده؟ آیا میدانید هرات از لحاظ تاریخی و فرهنگی سابقه بسیار درخشان و پرباری داره و بر پایه تحقیقات باستانشناسان آلمانی که در سال 1388 صورت گرفته قدمت شهر هرات به حدود 3000 سال میرسه؟ و یا اینکه درخشان ترین دوره مدنیت هرات به عهد تیموریان برمیگرده که شاهرخ و سلطان حسین میرزا با توجه امیرعلی شیرنوایی و گوهرشاد بیگم و مولانا جامی عصر رنسانس شرق رو رقم زدند؟ آیا می‌دانستید بسیاری از مشهورترین عارفان، ادیبان و هنرمندان از این ولایت سربلند کردند؟ خواجه عبدالله انصاری، مولانا جامی، فخر رازی، ملا حسین واعظ کاشفی، گوهرشاد بیگم، امیرعلی شیرنوایی، خواجه علی موفق، هلالی جغتایی، استاد کمال الدین بهزاد و شمار دیگری از ستارگان کهکشان علم و هنر در این ولایت زاده شده و یا در این سرزمین زندگی کردند. آیا میدانید بیش از 880 بنای تاریخی که نمادهایی از تاریخ کهن و درخشان هرات میباشند تا به حال در این شهر به ثبت رسیدند؟ و در آخر آیا میدانستید مسجد جامع بزرگ، مصلی، قلعه اختیارالدین، آرامگاه خواجه عبدالله انصاری، سنگ هفت قلم، مسجد قرفه مبارک، آرامگاه گوهرشاد بیگم، عمارت نمکدان، حوض ملک و پل مالان از جمله بناهای تاریخی شهر هرات می باشند؟